نقاشی زبان بی‌کلام و بی‌واژه‌ای است که از طریق اون افکار، احساسات و تجربیات انسان به شکل تصویری بیان میشن. از طرفی با پیشرفت فناوری و ظهور هوش مصنوعی میتونه این هنر قدیمی با یک دستاورد جدید ترکیب بشه. ارتباط هوش مصنوعی با نقاشی به هنرمندان این امکان رو میده که با ترکیب قدرت تحلیل داده‌ها و خلاقیت انسانی در کوتاه‌ترین زمان آثار هنری زیبایی رو ایجاد کنند. در همین راستا و برای درک کامل مفاهیم و مطالب مربوطه، ابتدا کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف رو خدمتتون بیان می‌کنیم. سپس چندین سایت رو در این مورد بهتون معرفی می‌کنیم و در ادامه با نحوه درست پرامپت نویسی آشنا میشیم و در نهایت یک نقاشی رو در سبک‌های مختلف به وسیله هوش مصنوعی خلق می‌کنیم. برای یادگیری بهتر علاوه بر ویدیوهای آموزش، فایل خروجی و تمامی اسلایدها در اختیار شما قرار می‌گیرند و میتونید در زمان یادگیری نکات مورد نظرتون رو بهشون اضافه کنید. به این ترتیب برای مرور مجدد و تعمیق یادگیری هم میتونید به این یادداشت‌ها مراجعه کنید. من فاطمه یزدی، فعال در زمینه نقاشی و تصویرسازی دیجیتال هستم. امیدوارم این آموزش به ارتقای دانش و مهارت شما در زمینه هنرهای دیجیتالی کمک کنه. اگر آماده هستید با قدرت بریم که یادگیری رو شروع کنیم.